داستانی را که در این بخش می‌خوانید گزارش‌های ادعایی خوانندگان مجله 14 تایمز است و طبیعتاً درستی ادعاهای آن اثبات نشده است. ناتینگهامشایر، سال 2000. من با اتومبیل در حال بازگشت از خانه یک دوست بودم. احساس خستگی نداشتم چون تا 1 ساعت پیش از آن خوابیده بودم. از مسیر مشخص به همیشگی یعنی از خیابان بلایس به سوی منزل می‌راندم. هزاران بار از این مسیر گذشته بودم. از آن خیابان که توسط چراغ‌های روشن شده بود گذشتم و به منطقه حومه شهر رسیدم. حدوداً 1.5 کیلومتر جلوتر به صومعه هاتساک رسیدم که ناگهان در نور چراغ‌های اتومبیل 2 نقطه قرمز رنگ دیدم. حدوداً 140 متر با من فاصله داشت. آن 2 نقطه قرمز رنگ متعلق به یک سگ بسیار بزرگ بود. به همین دلیل سرعتم را بسیار کم کردم. شبیه به چیزی بود که از جهنم بیرون آمده باشد. سطح بدنش بسیار درخشان بود و موهای کوتاهی داشت. شبیه به سگ‌های نژاد گریت بود. اما این سگ دست کم 50 سانتی متر از این نژاد قد بلندتر بود. گوشهایش ایستاده بود و به نظر می رسید چیزی نسبتاً بزرگ را در جاده به دنبال خود می کشد. من در تمام طول زندگیم با سگ‌ها زندگی کردم اما هرگز سگی به این شکل ندیدم. وقتی که ایستاده بودم تا سگ از جاده خارج شود، چراغ‌های یک اتومبیل را دیدم که از روبرو به من نزدیک شد. این ماشین مستقیم به سمت من آمد و کنار اتومبیل من توقف کرد. پنجره‌ها را پایین آوردیم. آقای راننده از من پرسید که آیا مشکلی برایم پیش آمده؟ من هم از او پرسیدم که آیا آن سگ بزرگ را جلوی فیات من می‌بینی؟ او ناگهان فریاد زد یا عیسی مسیح و بعد تخت گاز از آنجا دور شد. من دوباره به جلوی خودم نگاه کردم اما دیگر خبری از آن سگ وحشتناک نبود. با آخرین سرعت ممکن خود را به خانه رساندم. بعدها کمی در مورد این سگ تحقیق کردم. نمیدانم که آیا کشفم به این اتفاق ارتباطی دارد یا نه، اما متوجه شدم که یک گور در نزدیکی این صومعه قرار دارد. من در یک مزرعه درون یک تریلر زندگی می کنم. یک شب صدای عجیب در بیرون تریلر شنیدم. وقتی که در تریلر را باز کردم حسی عجیب بر من مستولی شد و سر جایم میخکوب شدم. هوا به نظر سردتر می رسید و من شروع به لرزیدن کردم. چیزی درون درختان حرکت کرد. سپس یک خفاش از میان شاخه‌ها بیرون پرید و بعد از آنکه درست از جلوی صورت من گذشت پرواز کنان دور شد. متوجه شدم که دیگر در آن نقطه میخکوب نیستم و به درون تریلر بازگشتم. حدوداً 1 ساعت بعد وقتی که داشتم برای خواب آماده می شدم صدای بنگ کوبیده شدن چیزی به بدنه تریلر را شنیدم. سپس یک بنگ دیگر در دیگر سوی تریلر شنیدم. از روی تختم پایین پریدم. تفنگم را برداشتم و از پنجره در بیرون را نگاه کردم. بعد از چند لحظه که به نظرم چند ساعت طول کشید بالاخره آن چیزی را دیدم که به بدنه ماشین کوبیده می شد. شکلش به صورت یک سگ بزرگ سیاه رنگ تغییر پیدا کرد که چشمانی سرخ رنگ داشت. در را با لگدی باز کردم و به سوی آن شلیک کردم. گلوله به بالای پای عقبی او برخورد کرد. این سگ با حالت کمی لنگان ولی سرعتی که اصلا قابل مقایسه با یک سگ معمولی نبود از آنجا دور شد. دیگر آن را ندیدم. این اتفاق حدود ساعت 1:30 شب شروع شد، اما پایانش را نمیدانم چون به درون تریلر بازگشتم و بلافاصله خوابیدم.